گفتیم بگو تحچین بدون تخم مرغ رو چجوری درست می‌کنی. من گفتم چشم. یه دونه تحچین بدون تخم مرغ درست کردم که بهتون نشون بدم وا نمیره، هیچ کاری هم نداره. کافیه ماست رو بریزیم توی ظرف، یه مقداری بهش نمک و فلفل میزنیم، مقدار قابل توجهی زعفرون دم شده هم میزنیم تا یه دست بشه. بعد برنجی که یه مقداری زنده تر آبکش کردیم و بهش اضافه می‌کنیم و آروم هم میزنیم که برنجمون نشه. حالا یه مقداری از مایه تحچینمون رو میریزیم کف قابلمه و کامل صافش می‌کنیم و یه دیواره هم واسه مغز تحچینمون درست می‌کنیم. من دارم وسطش مرغ پرتقالی می‌ذارم که قبلا بهتون یاد دادم. روش هم بقیه مایه تحچین رو میریزیم و کاملا صاف و فشرده‌اش می‌کنیم و می‌ذاریم بپزه. من نکات کامل تنظیم حرارت و زمان رو توی کپشن واسهتون نوشتم، حتما بخونید که بتونید یه تحچین خیلی ترد و طلایی در بیارید. تحچینمون هم دیگه آماده است، برش میگردونیم. همونجوری که میبینید اصلا وا نمیره، خیلی هم طلایی و ترد میشه. اگه یه بار این شکلی درست کنید دیگه کامل بیخیال زدن تخم مرغ توی تحچین میشید.